یا اینکه مثلا آقا آیسان اسلامی داره فوش میده. ببخشید مگه من روز اول اومدم بالای منبر بودم؟ من خارکسته من از روز اول مگه فوش نمیدادم؟ الان کمتر کردم. مگه من روز اول اومدم کسی شعر دیگه گفتم؟ این 2 سال و نیم تغییری از من شما دیدین. آیسان خیلی فوش میده، ترویج آقا من ازم میخوام ترویج بکنم. آقا تو پیج من مگه آقا به شما به کار دعوت دادن؟ برادر مگه جشن نامزدی منه؟ مگه جشن عروسی منه؟ مگه من بچه دار شدم شب 7 بچه من ختنه سورانه شما اومده بودین؟ اونایی که آقا میخوام بیان اینجا داداش فوش خوار مادر یاد میگیری، خداپرستی یاد میگیری، خالکوس بازی رو بلانسبت فراموش میکنی، انسان تمیزی میشی، بوی خوب میدی، ورزش میکنی، کون آقایون متعهل 24 ساعت داری میسوزونی دیگه. چی حالا چون مثلا ببخشید یه دونه خارکسته یه دونه من کسکش و واو این چرا این حرف آقا باشه دیگه نمیگم کسکش میگم کتکت. این خوبه؟ آقا من از این به بعد هیچ فوشی رو درست نمیدم که معنیش تغییر بکنه. درست شد؟ کتابت اینجوری تمام داد باددی تو بیجا جا کدوم خواهر باره نه خوشمون خوشی که نبوده گوه دک نه گوه سک که خودش خوش معمولیه. خیلی کد دلیلی. بعد اگه بودیم چرا خوش میگه بگو چی گفتم؟ کد دلیلی چی میگی؟ این کدا دلیلی هست که جامعه ما الان وقتی سطحهای دایده دیگه بوده بیدر بعد دیگه پد کدا دیگه بابا